ضمن بازدید از روند کارهای آبادانی و سازندگی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 شهر بختر، نخست رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید با لایحه بنیاد مجموعه عمارت‌های 7 قبته مأموری دولتی شناس شده تاکید نمودند که باید انشاءات بنیادشونده طبق دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با در نظر داشت طلبات زمان معاصر و عنصرهای ملی معماری و شهرسازی ساخته شوند. همزمان رئیس ولایت تاکید نمودند که هنگام ساختمان مجموعه مأموری به صفت کارهای ساختمانی استفاده مصالح وطنی و مطابقت آن به معیارهای معماری دقت مخصوص داده شود. ابراز گردید که بنیاد چنین انشاءات نه تنها برای بهتر نمودن شرایط کاری ساختارهای دولتی مساعدت میکند، بلکه به سیمای شهر بختر زیبایی خاص میبخشد. همچنین تاکید شد که بنیاد انشاءات مذکور باید با جایگیری کنی اینفراستراکچور مهم شهر از جمله راههای پیاده‌گردان و نقلیات، کبودیزارکنی و دسترسی شهروندان به مؤسسه های دولتی مطابق گردانیده شود. رئیس ولایت دولتعلی سعید با رفت کارهای آبادانی و سازندگی در بینای علاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 شهر بختر شناس شده این اقدام مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر بختر را که بهر فراهم آوردن شرایط سازگار تعلیم و تربیت به خوانندگان نگرانیده شده است مهم و نیک ارزیابی کردند. در ادامه مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت با خوانندگان این مؤسسه تعلیمی واخورده اید به دانش آموزی نسل نورس بلند برداشتن صفت تعلیم و جلب آنها به مطالعه اثرهای بدیعی نیز صحبت نمودند. ضمن ملاقات با خوانندگان رهبریت ولایت به اهمیت دانش آموزی و مطالعه اثرهای بدیعی همچون واسطه رشد جهانبینی و معرفت تاکید داشتند. رهبریت ولایت به آموزگاران و رهبریت مؤسسه اینچنین توصیه داده شد که برای جلب بیشتر خوانندگان به کتابخوانی، تشکیل محفل‌های ادبی و چرابینی‌های فرهنگی توجهی بیشتر ظاهر نمایند. همچنین با اشتراک مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت شهر بختر و آموزگاران و خوانندگان در صحن بینای نوی تعلیمی معرکه نهالشینانی برگزار گردید. در دایره این اقدام آبادانی نهال‌های آرایشی و همیشه سبز شینانیده شدند که به زیبایی محیط تعلیمگاه و بهتر نمودن وضع اکولوژی مساعدت خواهد کرد. امان الله بختیارزاده، دلیر شریف زاده برای برنامه اطلاعاتی اخبار.